برام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. تقابل بین دو خانواده را میبینید. در یک سمت خانواده از تاجیکستان و در سمت دیگه خانواده معمولی از ایران. حالا نوبت به چما میرسه. هما میان زیر خمو بگیره که جوری بغلش میکنه که انگار خواهر گم شده شه پیدا کرده. خب میبینی نقی و سوار باد بدن چغر قهرمان پیشکسوتان. قطعا این معمولی بودنه که نقی را معمولی کرده. هر جا نقی هست خانواده هست. خانواده یعنی نقی و خانواده یعنی جامعه. خواهرم یه بچه دیگه هم داره مطابق همین با همین قد بالا فقط باریکتر. این نیقلیو میمونه. حرکت غیر ورزشی نقیه میبینید در مقابل بهداشت فرد. بله یکی دیگهش مهمون شده.